السلام علیکم بیننده عزیزی ما. السلام علیکم نفرانی که همراهی ما هستند. در هر یک روز خرسندی که فرزند را تبریک میگوییم، مصرع‌های شاعر به یاد میآید که بقای عمر انسان است فرزند، به جسم آدمی جان است فرزند، نبینی نعمت نایاب از او مکافات زیزدان است فرزند. عزیزان، امروز ما تبریکگویی آمدیم از نام پدرجان عزیز ایوبکه، از نام مادرجان مهربان که در خارج هستند امیدویتی، از نام فرزندان، خواهر و دادار و نزدیکان، از نام آنجانشان زیبیانه تبریک میگوییم. یک چند لحظه خرسندی خانواده دلافروزخوارا را پیشکش شما میکنیم. امروز دخترک نازنین خاندان پروینه بانو و آبیجان را داماد ایوبکه را تبریک میگوییم. یک چند لحظه را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید. با شبکه شهنام رفتیم. السلام علیکم. حالا جان نامپرسی شما دیم سورپرایز کرده. شکرم پیش زنها میدونیم همینجا گام میزنیم. کلامش. خوش. آبو جان شما هم نکی تکلیف میکنه. بله اشمی؟ یک مینوت. امروز روز خرسندی بود است. مرحبا. السلام علیکم. انا جو بستمو. Ele já conhece quando me acredito. Balık kızamıyor ama. Annesinin nişanı da güzel. Atmakta kalıp kışık kışık. Benim ömrüm. Leş mi ise biz gelin. Benim bu arada. Ben zaten Benim buradaki benim öyle. السلام علیکم مادران مهربان، السلام علیکم زنهای زیبای آخری که عزیز ما. برای امروز ما ناپرسیش در حقیقت یک سورپرایزی کلان کردیم به خانواده یکی از آن مادرانی که هم وظیفه پدری را هم وظیفه مادری را از عهده‌اش برآمده فرزندها را با یک مهنت حلال کلان کرده ایستادند. به خانواده دلافروزخوارا آمدیم تبریک کنیم شمایان را و امروز فهمیدیم که در این خاندان عروس نازنینشان همچون دختر قبول کردگی عروس نازنین پروینه بانو جشن زادروز داشتیم. یک روز خرسندی بود است که همین ما زادروزها بالای هم بود است. نزدیک به زادروز شما، زادروز داماد آبیجان، زادروز من کریم پاشا، زادروز خرسندی بالای هم بود است. امروز شمایان را تبریک میگوییم. پیش از همه برای شما دلافروزخوارا از نام خداوندتان، از نام ایوبکه امیدویتی که هم صحبت شده گفتند که حسین جان از نام من رسانید برای مادر عروس دخترم. رحمت گوید که من خطا نکردم با آنها رشته خداگری را بستم. دختر نازنین مرا همچون دختر قطار دخترشان با قبول کردن و آن چیزهای پست و بلندی زندگی را برایش آموزاندند. رحمت برایشان. من میفخرم که همراه آن کس رشته خداگری را بستیم. خدا خواهد همین سال آینده به یک گوهربندانی کلان کنیم و فقط پیش دوستان و نزدیکان به روزهای خرسندی با آماده خدمت کنیم. امروز روز خرسندی است. تبریک گوید از نام ما، از نام پدرجانشان ایوبکه، از نام مادرجانشان امیدویتی، از نام خواهرتان خوشنودبانو، از نام دادرتان انیس جان و از نام نفرانی که در خارج هستند در راههای دور هستند امک جان و ینگ جان ها، از نام آنجان عزیزتان زیبیانه شما را تبریک میگوییم. کریم پاشا اجازت سلام هایتان قبول. البته امروز روز خرسندی است. پروینه بانو شما را از نام مادر مهربانتان تبریک میگوییم. گفتند که همراهی ما همچو پسر قبول کردیم. آبیجان حیات خوشبختانه را به سر برید. خداوند عزیز فرزندای صالح و صالحه را عطا کند و انها نبره های شیرین در اطراف دلافروزخوارا پروانه شده گردند. نبره های شیرین به هر سال آمده آنها را تبریک گوییم و سوانچشی آمده ما فقط به اجازه کردن گیرن و روز خرسندی به آماده تشکیلی کنین بزم زیبا باشد. برای دخترک نازنین من رسانید همچون پند از نام من، از نام پدرجانشان برایشان رسانید که دخترم قدر همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. دخترم در راه طولانی عمر قدم از قدمش دور نمان. دخترم شوهرت آینه ای توست، نصرت و گرمی ای کاشانه ای توست و غم و شادی و بربیش و کمت همراه و همدم و همخانه ای توست. دخترم گیر دعا از مادر، گوش کن حرفی سزاواری پدر. دخترم گیر دعا که دعا بهزی هر دور و گوهر. دخترم قدر همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. حاضر امیدویتی گفتن که من ما برای
برای فرزندان در خارج هستیم میخواهیم که هیچ وقت سرشان خم نباشد. اگر چهرهشان پرنور باشد، چهرهشان خرسند باشد، ما از پشت فرزندان فقط خرسند میشویم. برای همین گوهرکان چشم تمام عمر خود را فدا میکنیم. میخواستیم که از آنها فرزندهای صالح و صالحه به دنیا بیایند، آنها را به مکتب‌های عالی درآورند و در روزهای خرسندیشان ما همراه آنها باشیم. بار دیگر امروز روز خرسندی نیست، مادر روزشان بوده است. آنها را تبریک گویید. برایشان یک شعر زیبا را خوانید که وصف کند آن مادری مهربان را. البته برایتان میگوییم زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر، اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. مادر مهربان، امروز روز خرسندی خانواده مبارک باشد. الها چخیلی که مشکلی زحمت هایی که دیده در زندگی پس سر ماند و در روز خرسندی خوشبختی شمایان را آماده فقط تبریک گوییم. از پشت آبی جان، از پشت دختر نازنین کلیم پاشا فقط سربلندی ها بینید. یک آنا جانی دعاگوی خاندان شده، آنا جانی همین افسانه گوی نبیره ها شده، فقط در دم پیری دولت پیری را دیده گردید. امروز روز خرسندی است، ارزنده است تحفه دادن. حاضر اعضام فرزندان، اعضام ایوبکا امیدویتی دستگلی زیبا هم برای خاله جانی عزیز هم برای دختر نازنین نشان تشکیل کردن. حتی خرسک میزنیم، گلهای زیبا رو میسپارن. مرحبا، زادروز مبارک باشد. امروز روز خرسندی را مبارک باد میگوییم. بگذارید خاندان و در خاندان آبیجان این دخترک نازنین، این کلینی نازنینتان آواز گریه کودک هر روز برآید. صبح سحر ساعت 3 بخسته همون آواز زنگوله گوهره برآید و آنها را ما فقط در کوچه و در خاندان آمده تبریک گوییم با تولد شدن فرزندها و با این روزهای خرسندی. حاضر روز خرسندی خوشبختی است. در این روزهای خرسندی البته سخنهای نکو کردن ارزنده است. ما می‌خواستیم پیش از همه سخنهای خودی دلافروزخانه را شنویم در روز خرسندی و برای مهمانان خوش آمدید. مرحمت. السلام علیکم دوستای من، مهربانای من، خواهر و دادرکم، خوش آمده همگیتون. خواهرم نبود خواهر شده، دادرم نبود دادر شده. درگاهی من به خوش آمده، عزت و حرمت کده آمده، عزت و حرمت به سزاوار شده. من پروینه کلونونه دخترم گفته قبول کردم. آبی جان کتی خوشه پیش شده الهی. همه خاندان کلونوش دختر کده قبول کردم. دختر شده در آمدگیش راست شدگی باشه. به قطار کوب همینایم روز بینم، روشنایی بینم، پیش کوب شوم، پیش قشلاق شوم، سراشون خمیه نبینه، چشماشون نمیه نبینه. روزکای نغز با پیش کوب شده، پیش قشلاق شده، همه وقت سری بلند کتی کردم. رحمت همه‌تون با عزت و حرمت کده آمدگی‌هاتون با همه‌تون رحمت. رحمت سلامت باشن. حاضر گفتن که در اینجا جیگربندان جیانها تبریک میکنن. گفتن کنی نازیمه سر میکنیم می مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، لطف فرمایید من شخصا از نام خودم، از نام مادر جانم و از نام ینگه بیبی جانم، آیتی جانم پروینه را و پاچا جانم آبی جان را تبریک و مبارکباد می نمایم. الهیم 100 ساله شوان، عمرشان مثل آب دراز شود. الهیم باز خدا خالم دلفوزه را تبریک میکنم، دلفروز خاله را تبریک میکنم. بسر فرزندانشان صحت سلامت گردن. الهیم از لبانشان خنده دور نگردن. رحمت سلامت باشن. این که از دادرشونه انیس جان می تبریک میکنیم می از نامی دادر جانشان نمی پاکیزه چی؟ خواهش نباشد روز خرسندی است. در روز خرسندی از کلام سالانه حتی تا سخنهای نیک را شنویم. مرحمت اما جان حتی تبریک کنن همسایه جانی. مرحمت. خوش آمده میمونکا خداها، خوش آمده هم یکاتون. من امروز آبی جان دیگر از جنشون بودن. آبی جان به عمر دراز که ملاقات خوش پیش شوان الهی. همین در روزه در اومدم میدهن کشون گیش شود.
سوق باشه سلامت باشه دل افروز تیم دل بچی ارزه واسه اونا نیت کد براست سوق باشه سلامت باشه امسال اینجا گواره بندوناش بشینه میلویم دخترک منم یک جایی که نهز با اشته ایلویم بخلی تخلی شده رو ایلویم دلاتون بچی ارزه واسه نیت کدتون برسیده گرده هم یکتون دنیامون تینج باشه اما وقت سوق سلامت کرده ایلویم رحمت رحمت اما جان مرحبا. تبریک کنید. منم از فرصت استفاده برده خواهرک عزیزم دلفروز جان رو با روزی اول روزی زادروزی خودتون 21 ینور بود تبریک میکنم. باز من زادروزی آبی جان و کلملای عزیزمان خوش آمدیم به این درگاه کلملا الهی آبی جان که خوشه پیر شوند سیر فرزند شوند سیر دولت شوند به مرود دلکوشان رسند مقطعکای نغز کرد تموم کده کارکای نغز به صاحب شوند کلملای من استودنت که دل افروز هم الهی حضور حلوات هایم بچه کاتون بینه دل نوره ببخشه بتخشه الهی و یکم افشتک اینا به قطاری کو و از این سال همه قطعی الهیم دور بندونا با لایق کنه شمانه قطار نبره های قطار بیده حضور حلوت کشنه تو دینا هست بینه رحمت سلام سلام رحمت مرحمت. Başlan kare şeylerle açmam. Manam nima deyman? Ish qilib Dilafruz shu balalarni boshiga sog' salomat yuzga kirib yursin iloyim. Kelinimdan o'g'li qo'shsa qarisin. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin, ko'p qatoriga bo'lsin. Dilnurajonni ham baxti ochilsin. Kelasi shu vaqtlarga beshik to'ylarga kelaylik. Hamma vaqt yurtimiz tinch bo'lsin. Kelgan mehmonjonlar sizlarni xush ko'rdik. Mana singlimni izzat qilib kelibsizlar tug'ilgan kunlariga. Rahmat hammangizlarga. Iloyim yurtimiz tinch bo'lsin. Topganimiz hamisha to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin iloyim. رحمت یک شیء بدید تبریک کنید. امروز من دلفروز تبریک میکنم. لین صد بدارم. گذشتگی باشدن در از دینتون صد بداره. حضور که کلم لویا بینه حضور آبی جان بینه دیواره کو یا گلا شود لویم آبی جانم تبریک میکنم کلم لویم تبریک میکنم الهیم وقتی سفید بختلی تختلی شوان الهیم سر فرزند سر دولت شوان الهیم رحمت هماتون من مرحبا حتی تبریک کنید معلمه اولا من سیاتون تبریک میکنم خدا بخت خوشناتی اینا کویم خدا خوشن زیاد شوم تیم سری بچه کد با ساق سلامت کرده آوزونیت کدو مرسه رحمت رحمت سلامت باشن. امروز روزی خورسندی است. تبریک میکنم ها مادر جانشون امیدویتی تبریک میکنم. مرحمت گپ زنید گپ زنید اما جیم تیار شدن گیرم تا اون دم باشد اگر یک دست شیرینی رو برایم همراهی مادر عزیز همراهی آبی جان همراهی کلین پاشا همراهی امروز تمامی صاحبان خانه یک شیرینی زیبا رو تیار کردن و البته از نام ایوبکر از نام امیدویتی گفتن که یک سورپرایزی کلان است ساعت‌های 3 آماده می‌دارد نیت کرده گفتیم که یک خدمت‌های کلان کنن اگر بالای همون کتبه کراواتی کلان با بابای‌ها شینن کهن سالان پیران شینن و دعا گویان نوه‌های ما رو گفتن یک کراواتی کلان رو همچین سورپرایز تیار کردیم خدا خواهد همین ساعت‌های نزدیک می‌بیاید تا اون دم باشد اگر یک تا تارت رو می‌بریم همجای بعد به رقصم خورسندی می‌کنیم. مرحمت گفتم که کلید پاشا از نام من الهمان پدر عروسی ما برای ما پدر هستن علمی نبره شیرین رو یک تا دعایی میکنن. مرحمت مرحمت موبایل گلما میشتم ما یادم میگیره من داشته السلام علیکم تا سرپرایز درست میرسونه. السلام علیکم خدای عظیمان انا خدای ابدی شود خدا همه خانواده ما رزق صحت سلامتی دور به دراز توی تماشا شود خدای خداوند انا داماد ما شو قوت انا داماد سر بدارم روزای نقض بینم انا باکی
خدا خلا خدا خالی هم همه صاحب سلامت باشن، خدا روز نوزای بینن، خدا توی کنن، مرور و نصیحت به خدای امرسان، خدای مهربان کشایش کردی روشنایی کرد. سلامت باشن همتون. رحمت سلامت باشن. بابا جانی عزیز ایجوا پیر نشوان بابا گفتم و شرم ندارم لیکن امان جان امروز روز خورسندی نبیره ها مبارک باشد کنم. آبی جان هفته همراهی هم سرطان البته شما رو استکش میکنیم. خدا خدا مرحمت هم ما نیت کرده که شما رو خاموش میکنیم و از آن شیرینی همجا تناول میکنیم میکنیم. مبارکات می‌گوییم بگذارید خانوادان پر از روزی خرسندی باشد. فقط آوازی گریه کودک برآید، آوازی سرود برآید. توی شوند امروز روزی خرسندی همیشه اوایدا باشد. مرحمت از آن شیرینی همچه تناول میکنیم همراهی مادر مهربان پدر عزیز. مرحمت البته همراهی دلافروز خواهر، همراهی ابوبکر، آبی جان، پروین بانو. مرحمت مبارک باشد. آبی جان کجا رفتن؟ همینجا می؟ دارانی مهربان همچه به نقصه خورسنده میکنیم همراهی روز صاحب جشن ها یک تا شروع که ثبت نمیتیه با کلابا
انسان جای تو قربان تاریخ عزیزم جیگر من سر من شب و بیا سوی من جیگر من دیدار من مهتاب خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا سوی من دیدار من دیدار من مهتاب خوشگل شبای من بیننده های عزیز، این بودن یک لحظه خرسندی خانواده دلافروز خاله که تبریک کردیم آبیجان را، همسرشان را از نام نزدیکان، از نام خانواده ایوبکه، از نام امیدویتی، از نام تمام راههای دور بودگی نزدیکان تبریک کردیم. یک جهان روز خرسندی آنها را پیشکش شما کردیم. البته دل کسی را شاد کردن و زیارت کعبه الله برابر است میگویند. آبیجان برای مهمانداری رحمت، خداوند از عمر دراز، بخت و سعادت کند. سلامت باشد. زلفت خم زدای کاشات قلم زدای کاشات قلم زدای آچیق خشرو شده روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای زلفت خم
Shut up.